بعد من ورق‌های جمع میکنم، هم مشنشته زن میگیرم، شوهر میکنم، خونه میگیرم، زمین میگیرم. میگم آفرین، لیکن یک خطاگی کردید. در بالاش باید بنویسید که در تامین امنیت و ثبات سهم میگذارم. خب این کشور را حفظ میکنم تا که پونکت 2 زنگیری عملی شود، پونکت 3 شوگیری عملی شود. وگرنه اگر ثبات نباشه، امنیت نباشه، نه توی هست، نه خرسندی هست، نه اویله هست، نه زمین هست، نه ماشین هست، هیچی نیست. این همه اخبار بینید. سازمان ملل متحد میگه از زمین اوکراین 20 میلیون نفر گرفته است. همین 20 میلیون خانه داشت، زن داشت، آرزو داشت، جای کار داشت، پول داشت، اوچسکای خسرو داشت، ماشین داشت، همش پرت از گرفته است. چرا؟ چون که راکت آمده ایستاده است. امنیت نیست. امنیت نباشد، نه خانه است، نه زمین است، نه کار، نه آرزو. بنابراین در همون روی خط، در همین بالاش اول نوشتن در کوکی امنیت و ثبات حفظ میکنم، سهم خودم میگذارم. بعد خب میدونید چیکار کنید؟ بعضی ارزش‌های کلان سیاسی که دربارش گپ میزنیم باید در سطح فرد فراریم. مثلا میگیم استقلال، اینا من شما رو به استقلال تبریک میکنم، اورا روز استقلال رسی، 30 سالگی استقلال تاجیکستان به پیش، همین شعارهای خوبه میگیم. دقت کنید که در وجود یک آدم، یک شهروند، در درون یک خانواده همین ارزش چقدر است؟ این ما یک سوال میتم، شما جواب ندید، چون که اکثر ما خجالت میشیم اگر جواب دیم. شما در دلتون جواب دید که چند نفر از شما این پدر و مادر جشن استقلال در خانهش جشن گرفته است، در خانهش. این عید قربان، عید رمضان، شب دراز کلچه پس، ارزوق پس، دسترخوان کو، تورت کو، لباس نو بیار و بچه‌هایت گردک ده. چرا در عید استقلال نمیکنی؟ انا برای همین اگر شما هم حالت داشته باش که او انا تلویزیون بده استقلال بده است، پیشوی ملت گپ زد، در دوشنبه پرد بده، آدمو گذشته استادن، شما تماشابین استقلال. اما اگر استقلال از اون مفهوم تلویزیون بیاریم درون خانه، از کوچه بیاریم درون خانه، مثلا نمی سالی نمی سال التماس شما سر کنید اینا یک ماه پس استقلال شما میگی نمیشد استقلال در دختر چون در لباسای نو میکنم نشد. اگر روز استقلال بچه در لباسای نو، همون روز استقلال شد شما مثلا مادرای عزیز یک تورت خسرو پزید، یک آش پزید، همین سفره رو خسرو کنید. بچه ها میگن که این چی گپه؟ زادروزی کی باشد؟ نمیوبانا زادروزی اوچن باشه، اوتام چه میگه زادروزی جمهوری تاجیکستان. انا اگر همین گونه مفهوم استقلال آوردن در کار تو سر دسترخوان که با همون شیرینی، با همون آش، با همون خوراک، با همون دسترخوان در خونی او مفهوم استقلال جمع شد. انا برای من گفتن که از سطح کلون سیاسی ابسترکت نو مفهوم به سطح شخصی خانوادگی آوردن در کار و من باور دارم حداقل یک بخش شما از همین سر میکنه. اگر هیچی نداره جوانو میگه خیمو معاشمون کمه، یک چوپا چوپس گیره به دو درکاتون به خواهرو میگه که نبی چوپا چوپس شما دارم یا کیک دارم، میگه برای چی؟ میگه برای مناسبت روز استقلال. باور کنه این مفهوم برای وی تماما عزیز میشد. انا این تربیه. خود برای استقلال گفتیم یک مفهوم همین گونه امنیت. مثلا امنیت چی است؟ ما میگیم باید ما امنیت رو تامین کنیم، برای امنیت مبارزه کنیم. همین مفهوم امنیت رو هم بیاریم به خود. مثلا میگیم از همین امنیت من چی فایده میبینم از ثبات امنیت؟ این حاضر من یک ورقچه دارم به شما تقسیم میکنم. اینجا تقریبا 200 نفر است، 200 ورقچه تقسیم میکنم. میگم که ببینید هر کس نقشه یک ساله آرزو و هوسش نویسد.
این معلمان نیست که این جوانان نیستن که اویلا دار میشن بختی کشاو میکنم نمیدونم این کلانترا نیست کلین میکنم من جوانان میگه زمین میگیرم خانه میگیرم ماشین میگیرم کسی باشه زن میگیره کسی جوانتر باشه دانشگاه میره یعنی همه در ذهنش یک 3 تا 4 تا 5 تا آرزو دارد هم خیلی هست با هم چشم پوش نگوید به ما آرزوتونه لیکن یک لحظه هم خیلی آرزو داریم یا نه بعد من ورقای جمع میکنم هم مشنشته زن میگیرم شوهر میکنم خونه میگیرم زمین میگیرم میگم آفرین لیکن یک خطاگی کردید در بالاش باید بنوشتید که در تامین امنیت و ثبات سهم میگذارم خب این کشور حفظ میکنم تا که پونکت 2 زنگیری عملی شود پونکت 3 شوگیری عملی شود وگرنه اگر ثبات نباشه امنیت نباشه نه توی هست نه خرسندی هست نه اویله هست نه زمین هست نه ماشین هست هیچی نیست این همه اخبار بینید سازمان ملل متحد میگه از زمین اوکراین 20 میلیون نفر گرفته است همین 20 میلیون خانه داشت زن داشت آرزو داشت جای کار داشت پول داشت اوچسکای شروع داشت ماشین داشت همش پرت از گریخته است چرا چون که راکت آمده استاده است امنیت نیست امنیت نباشد نه خانه است نه زمین است نه کار نه آرزو بنابراین در همون روی خط در همین بالاش اول نوشتن در کوکی امنیت و ثبات حفظ میکنم سهم خودم میگذارم بعد خیلی میدونید چیکار کنید ها انا برای من میگم مفهوم امنیت رو به خودتون نسبت دید که من در این مفهوم منفیت دارم امنیت یک چیز نیست که برای دولت حکومت رهبریت ارگان‌ها باشه امنیت ثبات چیزی است که همه ما به اون نیاز داریم همین همه سخنای من به شما یک جهان تشکر که گوش کردید